ماساژ همونقدر که میتونه باعث ریلکس شدن بدن بشه، با انجام دادن 3 تا اشتباه هم میتونه نتیجه برعکس به ما بده. اولین اشتباهی که میتونم بگم میتونه کلا نتیجه ماساژ برعکس کنه، فشار بیش از حده. فقط یادتون باشه تو پرانتز که ما فشار قرار روی عضلات وارد بشه، نه استخوان‌ها. فشار بیش از حد روی عضلات هم میتونه باعث پارگی‌های مویرگی عمیق تو عمق عضلات بشه و فشار بیش از حد نه تنها اون لذت ماساژ رو همراه نداره، بلکه بعد از ماساژ تا مدت‌های طولانی ما دردای خیلی بدی تو بدن داریم که به هیچ عنوان قابل برگشت نیست. ولی در هر دو صورت هدف ما از ماساژ فشار مناسب و متناسب با سن و سال و توده بدنی روی عضلاته و اگر بخوایم فشار خیلی خیلی کمی هم وارد کنیم، از طرفی انگار هیچ کاری رو انجام ندادیم. برای توجیه این مطلب که فشار ما چقدر مناسبه، بعد از گرم کردن بدن باید دمای بدن یک مقداری بالا رفته باشه که نشان دهنده گردش خونه، همین که پوست یک مقداری به رنگ صورتی بزنه تو 1/3 ابتدای ماساژ. دومین مطلبی که میتونه باعث اشتباهات جبران ناپذیری باشه تو ماساژ، این که ما روی پوست خشک ماساژ رو انجام بدیم. جدای بحث این که خود روغن که در اصطلاح بهش مدیا هم میگن و شامل دسته گروه‌های موادی که باش ماساژ میدن، باعث نرم‌تر شدن دست و روون شدن حرکت‌های ما میشه. اما یه بحث استفاده از روغن‌های گیاهی و طبیعی یا انواع هربال‌ها اینه که شما وقتی پوست و خون رسانیش رو میبرید بالا و اون روغن رو میزنید، روغن به آرومی 30% وارد بدن و جذب بدن میشه و خود پروسه درمان ما کامل میشه. روی پوست خشک اگر ما این کار رو انجام میدیم، باعث التهاب و خارش میشه. هرچند باید حواسمون به این نکته باشه که ما روغن مناسب با بدن رو به کار ببریم که باعث سوزش یا خارش نشه، که یه تست کوچیک هم داره که حتما براتون توضیح میدم. اشتباه سوم هم اینه که شما موقعی که دارید ماساژ میگیرید به خاطر دردی که وارد میشه به عضلات، بدنتون منقبض کنید و نفس نکشید. این کار خودش دوباره باعث تولید التهاب داخل بدن میکنه. پس بنابراین حتما نفس‌های عمیق بکشید. ترجیحاً گفته شده که بهتره بازدم عمیقی هم داشته باشین. پس نفس کشیدن رو فراموش نکنید و بدنتون رو سفت و منقبض هم نکنید. اگر بخوام جمع‌بندی کنیم مطالب امروز رو، باید حتما این نکته رو بگم که ماساژ یک حس لذت بخش، ترکیبی از هنر و حس زیبایی رقص دست هاست. اگر میخواید ماساژتون تأثیر زیادی داشته باشه، حتما به این نکات دقت کنید و یادتون باشه ماساژ اصلا فقط فشار نیست.